بالاخره اومدیم با آنباکس مینی فیگورای سری 27 که خیلی منتظرش بودید. بریم برای آنباکس این سری جذاب. بعد از سری دی&دی این سری واقعا میطلبید سری با 12 تا کاراکتر خفن که با هم ببینیمشون. این آیتم ها که اولین کاراکتر اون همستر هست. ما مینی فیگورهایی با لباس حیوانات کم نداشتیم. چند تایش رو از کلکسیون مجموعه بهتون میخوام نشون بدم. این آیتم های جذاب مثل این خرگوش، خروس یا مرغ لگویی، البته گای بود پسره، و خوک لگویی و یه آیتم فوق العاده بامزه روباهی که انگار داره مرغ میدوزه و امسال هم همستر. البته میوه دستشو نمیدونم. یه کلاه خیلی بامزه داره. صورتی دستش به نظرم جدیده، توی مینی فیگورهای دیگه خیلی کم دیدیم. بریم سراغ شاهکار این سری، یعنی شماره 2 که خیلی از لگو فنها مخصوصا اونایی که قرون وسطا و حالا کستل بازها خیلی دوستش دارن. بچه‌ها واقعا آیتم خاصیه. گرگی که داره فوق العاده است، یعنی واقعا میپرستن توی این سری. یه چیزی بهتون بگم شاید جالب باشه، اولین پارتی که شارژ کردیم یه دونه هم توی هیچ کدوم از جعبه ها نبود و همه رو اسکن کرده بودن و برداشته بودن کستل بازا. این آیتم جذاب حتی شنلش و چاپ پاش با تمام آیتم های دیگه فرق میکنه. چاپ پاش انگار یه تزریق پلاستیک دیگه ای انجام شده. بریم سراغ کاراکتر بعدی. امیدوارم که اینجوری خوشتون بیاد، حالا در این حد بررسی شد. شماره بعدی که ما باز هم شبیه این قبلا داشتیم، آیتم های فضایی مانند که پلیس فضایی داشتیم، آیتم های فضایی دیگه که همه واریور فضایی بودن در اصل، و البته آیتم های دیگه‌ای که قبلا ارائه شده. البته این آیتم جت پک ریسر هستش، یعنی مسابقه دهنده است، ولی من نمیدونم چرا این وایپ رو ازش گرفتم و مینی فیگور سرش هم شبیه سر مینی فیگور فضا شماره 1 فضا نورد که شبیه اون زده شده. این دومین باره که لگو داره به این سبک سر میزنه. خب اینم از شماره 3 مون. بریم سراغ شماره 4 یا کودک ستاره شناس. یکی از آیتم هایی که واقعا دوستش دارم، چرا که جدیدن لگو رفته سمت آیتم ها یا مینی فیگورهایی با نقص عضو. این مینی فیگور هم همینطوره. پایی که برای این مینی فیگور استفاده شده پای کوتاه هستش. ما چند نوع پا داریم بچه‌ها. این پای کوتاه خم هم میشه، صورت هم 2 صورت هست و پروتز دستش رو ببینید. همونطور که میبینید ما تو سری فرندز هم خیلی از این نقص عضوها داریم و ست‌های جدید معمولاً توی هر مثلا سال که میاد نقص عضو خیلی داریم تو ست‌هایی که از سری فرندز اومده، ولی فکر نمی‌کنم در این سطح بهش پرداخته بشه و واقعا جذاب بود. اکسسوریش هم تلسکوپ. شماره بعدی که میتونیم بهش بپردازیم شماره 5 که کلکسیونر اسباب بازی‌های مخملیه. علاوه بر این که خودش یه لباس فوق‌العاده بامزه داره و میتونید حس رضایت رو از صورت پشتیش ببینید، حس نرم بودن این لباس مخملی رو. و این 2 تا آیتم پولیشی برای اولین بار زده شده تو این سری 27. خیلی از اکسسوری ها برای اولین بار زده شده، مثل همون گرگ سری 2. عذر میخوام شماره 2. اینم از آیتم کلکسیونر اسباب بازی مخملیمون. آیتم بعدی که شماره 6 اسمش هم خیلی سخته، پتروداکتایل. علاوه من به لباس یکی از دایناسورها، کلا لاین جدیدیه که به مینی فیگورها اضافه شده و از این آیتم کلا همین 3 تا دونه ارائه شده که جزء آخرین سری های لگو هم هستن. آیتم 2025 رو میذاریم کنار. آیتم تیرکسش رو واقعا به شخص خیلی دوستش دارم. این سری هم با رنگ جدید و یه دایناسور پرنده رو اختصاص داده به سری 27. آیتم بعدی که رنگ کمتری نسبت به سایرین توی نظرسنجی ها آورده آیتم لانگ بورد سوارمون هست. این آیتم همونطور که میدونید چقدر آیتم میگم، لانگ بوردش برای اولین بار زده شده و اسکیت بورد ما قبلا داشتیم ولی لانگ بورد نداشتیم. کلاهش جدیده، بگ توسیش که جدیده و بامزه است اتفاقا. بریم سراغ کاراکتر بعدی یا لولو خورخوره یا باگیمن. این آیتم جذاب یکی از پرمخاطب ترین چیزها بوده بعد از شماره 2. اینم مینی فیگورایی که قبلا شبیه بهش زده شده و میتونیم بهش حالا بگیم شبیه.
صورتش فوق العاده کشیده است و بامزه. من تا قبل اینکه ببینمش و بازش بکنیم فکر نمی‌کردم اینقدر صورتش کشیده باشه. فوق العاده بامزه است. شاخهایی که داره برای اولین بار این رنگ شاخ برای این آیتم اومده. کتابی هم که داره منو یاد کارخونه هیوله ها میندازه. بریم سراغ کاراکتر بعدی که کاراکتر شماره 9 ماست، کیوپید یا خدای عشق. این آیتم یکی از آیتم های افسانه‌ایه که البته لگو برای ولنتاین این آیتم رو ارائه کرد تو سری 27 که 1 ژانویه ارائه شده. بالی که داره، بالش برای اولین بار ارائه شده. موش رو قبلا داشتیم، صورت جذابش و یه تیرکمان داره که دیگه به هر حال میتونه دل هر کسی رو به هر کسی بدوزه. این آیتم هم یکی از آیتم های پرمخاطب لگو توی سری 27 بوده. کاراکتر بعدیمون که به شخص خودمون خیلی دوستش داشتیم، آیتم معاون ناخدای دزد دریایی بود که یه دامن باحال داره که دزد دریایی طوره، پارپور است و یه آیتم فوق العاده جذاب توتی کاکادو که تا حالا نداشتیم توی لگو ها. سرپوشش هم که برداریم صورتش دو طرفه هستش، شمشیر کتلاسی که داره و یه آیتم فوق العاده پرمخاطب و جذاب بود. آره همین دیگه. سراغ کاراکتر بعدی بریم که میگم توی این سری کلی اکسسوری جدید به کار رفته. این آیتم هم عاشق گربه ها یا کتلاوره. یه توپ کاموایی بامزه بهش اختصاص داده شده، روی لباسش، طرح صورتش که اصلا کلن همه چیش اختصاصا گربه ایه. کتلاور واقعا جذاب براش، حتی موی گربه روی شلوارش هم افتاده، خیلی جالبه. این کاراکتر هم یکی از کاراکترهای محبوب به خاطر گربه‌ای که داشت. آیتم آخر یا مخترع استیم پانک. این آیتم هم یکی از آیتم هایی که خاص پسنده، واقعا یه آیتم فوق العاده خاص هستش. صورتش ولی دو طرفه نیست و دستگاهی هم که براش ساختن اگه از استیم پانک چیزی بدونین براتون واقعا جالبه. خب بچه‌ها اینم از سری 27 جذابمون. همونطور که میدونید بعد از هر ویدیو توی یوتیوب یه تخفیف روی اون کاراکتر بررسی شده میذاریم. اینم از سری 27مون. برید بهتره.